با ما در ست سلام صبح بخیر سید جواد سادات، مشاور و مربی رشد فردی در رابطه با کنترل احساسات و تاثیرات آن در روند زندگی صحبت‌هایی می داشته باشه و حضور دارن. سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدین، صبحتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. وقت تمامی عزیزایی که ما را همین لحظه از طریق تلویزیون ملی تماشا میکنن، صبح زیبای اونها هم بخیر باشه. بخیر و عزت باشین. سادات صاحب، در رابطه با کنترل احساسات صحبت میکنیم و یکی از موضوعات خیلی قشنگ هست در رابطه با احساسات صحبت بکنیم. ببین، از اینجا آغاز میکنیم که خود احساسات چیستند و چقدر نقش در زندگی ما دارند. اولا بسیار زیاد تشکری میکنم که تلویزیون ملی همچو برنامه علمی را بعد عزیزا میگیره و واقعا جای سپاس است. کاش تمام تلویزیون های ما روزی نیم ساعت یک ساعتشان را به همچو برنامه علمی به نظر ما بگذارن. ما در افغانستان به چنان ثبات شخصیتی، به چنان ثبات علمی میرسیم که اصلا شاید من نتونم او را در کلمات بیان بکنم. شما فخر ما هستین. سلامت باشین. البته در قسمت سوال شما بگوییم احساسات چیست؟ احساسات یک پدیده ذهنی است که در هر شخصی تفاوت‌های زیاده داره. مثلا یک شخص میتونه خیلی زیاد کنترل احساسات داشته باشه. البته احساسات باز متفاوت است. مثلا یک احساس غم است، یک احساس اندوه، یک احساس پریشانی است، اضطراب است، عدم کنترل خشم، عصبانیت است. اینا همه جزئی از احساسات هستند که باز ابعاد متفاوت داره در قسمت کنترلشان. ولی یگانه راهی که البته ما بتانیم احساسات خودمان را بتانیم کنترل بکنیم و به او جنبه بدیم، این است که خودمان را به خودآگاهی برسانیم. البته باید بگوییم در همین آغاز برنامه عزیزای بیشتر به خودآگاهی میرسن که بخواین کانال ها، تلویزیون هایی که همچون تلویزیون ملی برنامه را میگیرن تعقیب بکنن. و نظر من اینها میتونن به ابعاد کلی رشد شخصیتی که همان یک بخشش کنترل احساسات است برسن. خیلی خوب. سادات عزیز، هدف از یا منظور از کنترل احساسات چیست؟ آیا همون منظور سرکوب احساسات است یا متفاوت‌تر؟ بله، اشتباه نکنم. بله، یگانه کلمه رایج در افغانستان است که وقتی یک نفر خشم عصبانی میشه یا کنترل احساسات نمی داشته باشه، می قرد کنین، قرد کو میگن. بله، میگم مو عصبانیت تا باید قرد کنی. بزرگترین اشتباهی نمیسته. ما وقت زمانی که احساسات خودمون را قرد کردن میگیریم، تبدیل به کینه و کدورت میشه. مثلا یک شوهر بالای خانم خودش سر صدا میکنه، اینجا خانم او خشم و عصبانیت خودش قرد کردن میگیره و وقتی که این خشم و عصبانیت فرو بره به درون خود ما، پس آن یگانه مشکلی که ایجاد میکنه، این خانم با همسر خودش عقده میگیره، این خانم از همسر خودش بدبین میشه و نمیتونه او را زمانی که راه درستش به خاطر ابزار نمیافه، باعث میشه که بعداً همین روابط از هم بپاشه. و یکی از دلایلی که روابط در جهان فعلی ما خراب میشه و از بین میره این است که ما یگانه راهی حل که به خاطر کنترل احساسات میبینیم قرد کردن شد، در صورتی که ما باید روابط خودمان را و رابطه های خودمان را و گفتگوهای خودمان را زمانی که در او رابطه و در او گفتگو ما احساساتی میشه، ما باید او را کنترل بکنیم، نه که بخوایم همیشه او را قرد بکنیم. حالا ما چگونه میتونیم احساسات خودمان را کنترل بکنیم؟ خیلی خوب. سوال است ان شاء الله. دقیقاً. نه بفرمایید. اولین راهی حلی که ما باید خشم و عصبانیت خود ما را کنترل بکنیم این است که خود ما را به خود آگاهی برسانیم که من در اول هم گفتم. ببینین، تحقیقات نشان داده افرادی که کمترین سواد علمی، کمترین خود آگاهی و کمترین اجزای رشد شخصیتی را دارن، بیشتر عصبانی میشن، بیشتر احساساتی میشن. حتی تحقیقات نشان داده اگر ما ارسی هم مثلا یگان تا میگه ما از پدر و پدر امیر رقم زود احساساتی میشیم، در هر کار نمیتونیم کنترل احساسات داشته باشیم، این یک چیزی است که در خون ماست. خیر، این ذات ما تغییر نمیکنه. میگه ما که هر کار بکنیم بازم کنترل احساسات است. ولی تحقیقات برعکس زیر نشان میده. تحقیقات میگه وقتی که یک نفر حتی ژن کنترل عدم احساسات را هم در خودش داشته باشه، اگر این آدم خود آگاهی برسه، اگر این آدم مطالعه بکنه و همیشه در جستجوی ازی باشه که راهی به خاطر کنترلش پیدا بکنه، 90% موفق میتونه شود. خیلی خوب. و یک به نظرم یک بهانه است که خیلی ها میگن که ولی ما نمیتونیم کنترل احساسات داشته باشیم، که ان شاء الله باز در این مورد بعدا بیشتر توضیح میدم. خیلی خوب. شما یک نکته را بیان کردین، برخی از افراد هستند که کنترل احساسات دارن. من میخواستم بپرسم که اکتسابی است یا ذاتی است؟ شما امور بیان داشتین، یک کم بیشتر اگر معلومات بدیم، مردم زیادتر به این باور هستند که من مثلا کنترل احساسات ندارم و امکان نداره که تغییر بکنه.
یعنی تا آخر باید این رقم ادامه بدم. من تو خوی خاصیت مثلا زشت دارم باید عصبانی شوم، یا در بعض حالاتی کنترل میتونه خود احساسات مثبت هم باشه. گهگاه موضوعات خوشی که می باشه یک فرد کنترل خوشی رو نداره، چیغ میزنه و فریاد میزنه و خنده قهقه میکنه، اینی موضوعات را کنترلش نمی داشته باشه. کنترل داره یا که اما موضوع فکر از اونا هست که نمیتونیم که تغییرش بدیم تا آخر. هر چی رود عادت نرود، اونا به این فکر میکنن. بله، البته تحقیقات روانشناسی که در این رابطه صورت گرفتن میگن احساسات، کنترل احساسات یک چیز اکتسابی است یا یک چیزی است که ذاتی است. درست. ببینید در هر دو حالت اگر یک نفر بگه این ذاتی است یا یک نفر بگه ما کنترل احساسات مثلا ما کسب کردیم ما مختیم، هر دو حالت ما برش حق میتیم. چرا؟ هم میتونه ژنتیکی باشه کنترل احساسات. مثلا یک نفر دیدین خیلی صبور است، هر حرف میزنی از سنگ صدا میاد، از یادم نی، بسیار آدم صبور است، یعنی میگه آفرین احسنت به این آدم که قدر صبر داره. ایده دوم افراد هم شاید در اوایل او کنترل احساسات را ژنتیکی به دست نیاورده باشند، ولی توسط آگاهی، توسط دوستای خوب، مثلا یک نفر 5 تا دوستش انسانایی است که خیلی نرم خوی هستن، خیلی صبر و استقامت زیاد دارن، وقتی که میبینه در یک جمع قرار میگیره که 4 تا 5 تا دوست نزدیکش خیلی کنترل خشم، عصبانیت خیلی زیاد داره، احساساتش میتونه خیلی زیاد کنترل بکنه، خود انسان، ذهن انسان به صورت اتوماتیک در اون لحظه پا عقب میکشه و او کنترل احساسات به صورت اتوماتیک در این فرد ایجاد میشه. به خاطر چی؟ میگه والله 4 نفر که قدر حرف شنید، یک صدا نزد، من چرا باید بزنم؟ من باید سکوت کنم اینجا. یعنی ذهناً انسان به این آگاهی خودش هم لازم میرسه. درست. و موضوع بعدی که گفتین، بعضیا میگه که حالا عادت ما شده دیگه، یک چیز ناممکن است تغییرش بدیم. ببینین ما در این رابطه میخوایم یک مثال بزنم، یک شیر ما مثال بزنیم. شیر هم در ذات و هم در خونش درنده خویی هست که آدم گیر بکنه پاره پاره میکنه. اما وقتی اینمی حیوان آموزش میبینه با انسان انس میگیره، عادتی که حتی نسل‌های قبل از داشته، این حیوان او را ترک میکنه. چرا؟ دلیلش چیست؟ آموزش میبینه و این آموزش باعث میشه که حتی او حیوان درنده که از عقل و منطق که ما و شما داریم او نداره، او حتی او خو و خصلت را از بین میبره. پس من آدم که اشرف مخلوقات هستم، آیا نمیتونم 4 تا عادت خودم را از بین ببرم؟ میتونیم. ما خیلی وقتا راهش پیدا نمیکنیم. مثلا فکر بکنین، من یک مثال بزنم. در یک منطقه میگم یک گنج بسیار بزرگی نفته است، میگم بروین در فلان منطقه گنج است. بعد میرین یک مدتی میگردین نمیافین، میگه نی گنج نیست. در صورتی که گنج هست، ولی اگر ما نتونیم پیدا بکنیم به این معنی نیست که گنج وجود نداره. اگر ما نتونیم که تغییر عادت بدیم به این معنی نیست که راهی وجود نداره. راه متفاوتی به خاطر تغییر عادت ها وجود داره که انشالله من دوست دارم در این زمینه یک برنامه کلی داشته باشیم و روی تغییر عادت ها صحبت بکنیم که راههایی از این به عزیزا بگوییم و بیشتر به این آگاهی برسن و مطمئنا تغییر پذیر از عادت ها. بسیار خوب. سعادت عزیز، کنترل احساسات روی تصمیم گیری روزانه ما چقدر تاثیر میگذاره و چقدر میتونه مثبت تمام شود؟ البته از دیدگاه علم روانشناسی برای شما بگویم، میگن ما انسان ها ساخته شده عادت های خود ما هستیم. عادت ها شخصیت را میسازن، شخصیت هم ما را میسازن و هر گاهی که ما برای خود ما بیایم عادت های خوب بسازیم، نقاط ضعف خودمون رو از بین ببریم، روی نقاط قوت خودمون کار بکنیم، ناخودآگاه کنترل احساسات بر ما ایجاد میشه. تحقیقات نشان داده افرادی که میتونن بیشتر جنبه کنترل احساسات را مراعات بکنن، افرادی هستن که روابط سالم خیلی زیادی دارن، افرادی هستن که با دوستی به دیگران خیلی رضایتمند هستن. حتی تحقیقات نشان داده که این افراد نسبت به دیگران پول ثروت زیادی میتونن کسب بکنن، در زندگی رضایت زیادی دارن. ولی افرادی که کنترل احساسات نداشته باشن و این کنترل احساسات در زندگی روزمریشان استفاده نکنن، یگانه مشکلی که به اینا ایجاد میشه و رابطه هایی از اینها از بین میره. با فامیل رابطه خوب نمی داشته باشن، با همکارا رابطه خوب نمی داشته باشن، حتی در محلی که اینا زندگی میکنن افراد از دست از اینا فغان است. بعضی ها دیدین مثلا میگه که از دست از هیچ کس روز نداره. دلیلش چیست؟ یگانه دلیلش کنترل نکردن احساسات ماست. ولی اگر ما یاد بگیریم کنترل احساسات داشته باشیم، باور بکنین اولین رضایتی، اولین تایید را ما خود ما به خود ما میدیم. در مقابل آینه ایستاد میشیم میگیم به به خدا امروز یک حس آرام بخش بر ما دست میده. بگیم بی فلانی امروز بر من حرفی زد، من کنترل کردم احساسات خودم را، بعدن حس رضایتمندی بر ما دست میده. ولی اگر ما در عمل از اونمو احساسات خود ما را به عصبانیت و عصبانیت خود ما را به خشم تبدیل بکنیم، یگانه آسیب را خود ما میبینیم. حتی در پیدا کردن وظایف بلند،
به خاطر آغاز تجارت ها ما اولین اساس و بنیادش کنترل احساسات است که ما باید داشته باشیم. خیلی خوب، از کنترل احساسات صحبت کردین که گهگاه فرد می باشه که کنترل نمیتونه احساسات خود را، همه چیز بر هم میخوره، در خانواده در یک جای میخوره، دفتر می باشه، در جامعه با این افراد بر میخوریم گهگاهی. از این برای ما بگوین سادات صاحب که آیا ناتوانی در کنترل احساسات منجر به مشکلات روانی یا جسمی میشه؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. 90% مشکلات روانی را کنترل نکردن احساسات به بار میآید. ما وقتی که زود احساساتی میشیم روی هر گپ، روی هر حرف، شاید یک نفر را یک حرف خیلی خیلی کوچک ناراحت بکنه و بابت شاید هفته ها این برای خودش تشویش بکنه، خودش بخوره، وای چرا فلانی حرف زد، من از فلانی توقع را نداشتم، وای فلانی چرا این کار با ما کرد. اینمی اولین مشکلی که ایجاد میکنه، ما را میبره در مرحله تشویش. وقتی ما رفتیم در مرحله تشویش، در خون ما یک ماده ترشح میشه به نام آدرنالین. وقتی در خون ما ماده آدرنالین ترشح شوه و این طولانی مدت صورت بگیره، 3 تا آسیب بزرگ هم بر جسم ما میزنه، هم بر روی ما میزنه. اولین مشکل در افرادی که کنترل نمیتونن احساساتشون بکنن، همیشه این افراد از تکلیف معده رنج میبرن. افرادی که کنترل احساسات ندارن، اولین مشکلی که به اینا ایجاد میشه تکلیف معده است. چرا؟ وقتی مقدار زیاد آدرنالین در خون ترشح میشه، باعث این میشه که معده به صورت اتوماتیک اسید ترشح بکنه. وقتی این اسید ترشح میشه، مثلا شما دیدین افراد کنترل احساسات ندارن، دقیقاً میگن من اشتها ندارم، میگه نان بخور، نمیگه حالا من خوب نیست، من اشتها ندارم. خیر، اشتها داره، گرسنه است، ولی معده‌اش اسیدی که ترشح کرده دلش نمیشه غذا بخوره. و بعضا این افراد هر چی میرن دارو استفاده میکنن، بازم برشان نتیجه نمیده، به خاطر از اینکه اینها دارو زمانی که میخورن فقط در کوتاه مدت کنترل میشه. باید اینها مشکل دائمی خودشان که اونمو کنترل نکردن خشم و عصبانیت است، باید اینها بخواین در قدم نخست تداوی بکنن. شماره دوم آسیبی که به اینها میزنه قسمت عصب است. تصامیمی که در زندگی ما میگیریم و کارهایی که ما در زندگی ما میکنیم در دو قسمت مغز ما تحلیل و تجزیه میشه. نیمکره چپ مغز ما و نیمکره راست مغز ما. ما وقتی که تشویش، اضطراب برای ما بیشتر ایجاد میشه یا ما نمیتونیم دقیقاً او احساسات خود ما رو کنترل بکنیم، مقدار زیادی از ریشه های عصب که تحلیل و تجزیه میکنن احساسات را، اینها چون بیش از حد فعال میشه و ذهن ما یک حالت تدافعی در او حالت برای خودش ایجاد میکنه و اینمی باعث میشه که در قسمت بالای دو طرف گوش ما یک سیستم وجود داره به نام هایپوتیک مغز. در این حالت خودش کوچک میکنه. وقتی خودش کوچک میکنه، ذهن کارکرد اتوماتیک خودش از دست میده، یعنی مثل قبلا نمیتونه کار بکنه و اینمی کار نکردن سیستم عصب باعث میشه که خیلی از این افراد در بلند مدت سردردی نیم سر بگیرن. یعنی این افراد را همیشه قسمت پیش سر از اینا همیشه درد میکنه، همیشه. دومین حتی به اینا خیلی ریزش موی شدید پیدا میشه. و سومین مشکل جدی که به اینها وارد میشه تکلیف قلبی است. تحقیقات نشان داده 30% افرادی که به خاطر امراض قلبی از دنیا میرن، یکی از عواملش کنترل نکردن احساسات است. فشار زیادی که روی قلب میآید. ما وقتی که احساساتی میشیم، یگانه مشکلی که ایجاد میشه در سیستم بدن ما، ضربان قلب در همون لحظه بیش از حد میتپه و فشار خونی زیادی که در وجود ما پمپ میشه باعث از این میشه که بر علاوه که بر ما تکلیف قلبی ایجاد شوه، مشکلات روانی ایجاد میشه. ما نمیتونیم تمرکز داشته باشیم روی یک موضوع. کتاب میخونیم، فکر ما اونمو موضوعی که قبلا اتفاق افتاده درگیر کرده. ما کتاب میخونیم، کتاب 10 صفحه 20 صفحه کتاب خواندیم، ولی باز که میبینیم یک کلمه یادمون نیست. با دوست ما صحبت کردیم، یادمون نیست در رابطه با چی صحبت کردیم و این مشکلات را ایجاد میکنه. بسیار خوب، بیاین جنبندی بکنیم در رابطه با مهمترین قدمی که برای مسیر خود کنترل احساسات ما باید برداریم. کدام قدم است، کدام برنامه است، کدام پلان است، کدام برنامه را ما پیش بگیریم؟ چند راه حل وجود داره. من خیلی کوتاه مختصر میخوایم راه های حل را بگیم که عزیزا این نکات را خیلی توجه بکنین. هر کسی که مطمئن است این نکات را توجه بکنه، مطمئن باشین خیلی زود کنترل خشم و عصبانیت میتونین خودتان بگیرین. اولین نکته خواهش من عزیزایی است که کتاب ها، موارد، ویدیوهایی ببینین که بر رشد شخصیتی شما خیلی کمک بکنه. کوشش بکنین برنامه‌های علمی همچون برنامه رو بیشتر تعقیب بکنین که باعث میشه شما با آگاهی برسین. زمانی که شما با آگاهی میرسین، خود شما میتونین خودتون کنترل بکنین. اکثریت افرادی که نمیتونن کنترل خشم و عصبانیت داشته باشن، در 85% از موارد افرادی نیستن که به آگاهی رسیده باشن. شماره دوم، اگر شما
زود کنترل خشم عصبانیتتان از دست میتین، کار دومی که باید انجام بدین در لحظه تصمیم نگیرین. آسیف جان خیلی یک مورد خوبی رو اشاره کردین شما چند لحظه پیش، گفتین که یک نفر مثلا خیلی خوشحال می باشه یا خیلی هیجان زده است یا خیلی عصبانی است، در اون لحظه این آدم هر تصمیمی که بگیره اشتباه اونم تصمیمش. ما در سه موردی که شما اشاره کردین، در هر سه این موارد اگر ما تصمیم بگیریم تصامیم ما اشتباه است. یکی لحظه که ما بیش از حد خوشحال باشیم، نتونیم خوشحالی ما رو کنترل بکنیم. دومین مرحله که ما خیلی عصبانی می باشیم، در حالت عصبانی هم تصمیم ما اشتباه است. و سومین مرحله ما هیجان زده هستیم، یک تصمیم ما رو بیش از حد هیجان زده می سازه. مثلا یک نفر میگه که فلان کارو بکن، ما برو بکو صحیح، ما از طرف ما اجازه است برای تو برو بکو، که بعداً اینمی تصمیم باعث میشه که بعداً خیلی فرد در آینده پشیمانی خیلی زیادی بکشه. پس شما این سه مورد را گفتم، در هر سه حالت شما باید خودتان کنترل بکنین. یک راه حل کوتاه هم که من اینجا بگویم بعد صحبت خودم تمام بکنم، این است که اگر شما در لحظه گفته اصطلاحی هم که از کوره در میرین و نمیتونین کنترل خشم عصبانیت بکنین، منطقه را ترک کنین. ماحولی که شما دقیقاً در اونجا عصبانی میشین، مکان را ترک بکنین، به مکان دیگری برین و بعد از 3-4 ساعت دوباره خودتان به حالت اول برمیگردید. خیلی خوب. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، مهربانی میکنم و ترجمهش میگم. غضب کس میگه از شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده. شما وقتی که قهر عصبانی میشین میگه که برین ساعت را ترک بکنین، وضو بگیرین، 2 رکعت نماز بگیرین و بخورین. وضو گرفتن خودشون هم در کنترل خشم خیلی نقش داره و خیلی عالی تمام خواهد شد. تشکر از حضورتان، خیلی خوشحال شدم. جناب سید جواد سادات، مشاور و مربی رشد فردی در رابطه با کنترل احساسات و تاثیرات آن برای بالای روند زندگی صحبت‌هایی داشتیم. تشکر از حضورتان، موفق باشین. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از شما. بخیر باشین.